برای کار کردن با ردیاب شما این ته ردیاب رو باز میکنید، میتونید خوراک از اینجا بندازید داخلش. بازم خوراک می‌ذارید داخلش، درش رو می‌بندید، یا اینکه کف دست متصل با ردیاب نگه دارید. اگر هم خواستید وصل کنید به دستگاه که دو تا فیش آیکس داره، از اینجا وصل می‌کنید به دستگاه، فرکانس بهش میدید، ولی همیشه بهش خوراک بدید بهتر کار می‌کنه. برای کار کردن با ردیاب نوع که آنتناتون 5 ثانیه تا 10 ثانیه می‌ذارید رو بزنید تا بار منفیش صفر بشه، به این صورت میارید بالا. این دستا تصویل به بدن نباشه. این حالت که رسیدی مچ دست رو صاف می‌کنی به این صورت. وای میسید تا خود ردیابتون زحمت میده. اینقدر با ردیاب باید کار کنید که ردیاب تو دستتون بازی نکنه. شاید اگه بار اول شما گرفته باشید این ردیاب تو دستتون همینجوری فقط بازی میکنه. ولی اگه اینقدر تمرین کنید کلا ردیاب میاد دستتون و ردیاب هیچ حرکتی نمیده. بعضی وقتا اینکه دنبال هدف بره. اگر بهش خوراک ندی براتون حفره میزنه. اگر هم بهش خوراک بدید دنبال همون خوراک میره براتون. به همین صورت میگید تاتون جهت بده. مثلا اگر فرض مثلا رو به اون سمت جهت داد، شما برمیگردید به همون سمت میگیرید. ادامه میدید تا زمانی که بره رو هدف. وقتی بره رو هدف ردیاب به این صورت همدیگه را قیچی میکنه. اگر از هدف رد بشی ردیاب برمیگرده میاد پشته. اگر هم بره رو هدف همدیگه را قیچی میکنه.